كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و خویشاوندان شما و آن مالهایی که آن را کسب کرده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و منزلهایی که آن را پسند می کنید نزد شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او دوست داشته تر باشند، پس نگران باشید تا آنکه خدا عقوبت خود را بیارد و خدا به گروه فاسقان راه نمی نماید. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال